شد. دوستای عزیز، اینجا یکی از محله های شهر بختار است. نزدیکی مسجد مرکزی، مسجد جامع مرکزی شهر بختار به نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. این پرتوگاه که مثال حدوداً 5-6-8 قوطی پرتو دارد و سر همه پر هستند. یکی از حساب این که پرن یا مردم نمیدونن جای پرتافتنی پرتو نمیدونن دیگر. انا مقصد در همین بیرون از قطعه های پرتو جا کردن پرتافتن. در اینجا هم یک تابلوی هست که نوشته شده است که در صورت در قطعه ها پرتافتن پرتوها 1600 سومانی جریمه کرده می شود. مادامی که مثلا شرایط فراهم نمیارن مسئولین ساحه کمونالی، خواجگی کمونالی شهر بختار شرایط مساعد فراهم نمیارن، تازه نمیکنن، در کدام اساس مردم میخواهند جریمه کنند با این گونه تابلوهای بیرون از عقل و خیرات؟ امیدوارم که پس از نشر این نوار در نزدیکترین فرصت این پرتوگاه تازه می شود و شرایط مساعد برای مردم محله فراهم آورده می شود. من با شما هستم سنت الله میرزا و امروز 23 ماه ایولی 2021 سال است. چیز دیگر این که در این پرتوگاه واقعا بو در راه و در کوچه چنان پهن شده است که دیگه گذشته هم نمیشه در این گرمای تابستان و نمیدونم چه حیوان های مرده هم در اینجا پرتافته شدگی است که به حد بوی وزنین است. متاسفانه مسئولین خواجگی کمونالی شهر بختار در همون کابینت های کشاد بر هوا و سلخینشون در استراحت هم، لیکن در اینجا مردمی که از اینجا گذشته ایستادن واقعا بگیم که در عذاب و نفساشون بسیار هم بگیم که سر راه نفسگیریشون بوی همین پرتاب ها میگیرد و نفس تنگ می شود. لیکن به هر حال ما انتظار هستیم که در نزدیکترین فرصت خواجگی کمونالی شهر بختار یک واکنش خودشان انجام میدن و در نزدیکترین فرصت این مشکلی حل خودشان مییابد. شرایطی بهتر و مناسب برای پرتوگاه در این محله نزدیک مسجد جامع مرکزی بگیم که فراهم آورده میشه.